امیر مومنینی که حالا هر روز میشنویم در رسانه امیرالمومنین این فرمان رو دادن، امیرالمومنین آن فرمان رو دادن. باور کنید وقتی من کلمه امیرالمومنین رو میشنوم به یاد علی ابن ابی طالب میفتم، به یاد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین میفتم، به یاد امرا و خلفایی که در صدر اسلام بودن که اگر خاری به پای یک مسلمانی میخرید شب خوابشان نمی برد. به یاد عمر ابن خطاب میفتم که امیر المومنین بود و شب که همه میخوابیدن او با غلامش در کوچه های مدینه میگشت تا گرسنه‌ای، مظلومی، انسان ستم دیده‌ای، انسانی که نیازی داشته باشد در زیر سایه حکومت او زندگی نکند. همه باید در رفاه و در آسایش باشند. امیرالمومنین واقعی کسی است که وقتی که فاتحین از فتح ایران و عراق و شهرهای دوردست بشارت دادن، مژده دادن به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، ایشان در مورد مسلمانان میپرسید چند نفر شهید شدن، چند نفر زخمی شدن، آیا به مسلمان ها آسیبی رسیده است؟ وقتی که از شهادت صحابه و تابعین میشنوید، وقتی که از مصائبی که لشکر اسلام در فتح این مناطق با آن روبرو شدن خبردار میشد، اشک از چشمانش جاری میگشت. مردم در غم فتح و پیروزی بودند و امیر مومنان در غم جان سربازان مسلمان بود. حکایت های فراوانی همه ما در سیرت و در تاریخ شنیدیم. داستان آن زنی که شب در خانه فرزندش گریه می کرد. عمر ابن خطاب و غلامش از کوچه میگذشتن، صدای گریه کودک را شنیدن. گفتن ای زن از خدا بترس، چرا کودکت گریه می کند؟ گفت خدا از عمر بازخواست بکند که به اصطلاح اون مقدار غذایی رو که باید برای کمک به خانواده ها و کودکانشان تعیین کرده است، این رو بعد از 1 سالگی میپردازد و من میخواهم که کودکم را از شیر جدا بکنم، به همین دلیل گریه میکند. آن شب عمر تا صبح نخوابید، گریه میکرد که وای بر تو ای عمر، چقدر کودکان مسلمان به خاطر این فرمان تو یا به خاطر این عمل تو ناراحت شدن، اذیت و آزار شدن. و صبح زود اعلان کرد که در جدا کردن کودکانتان از شیر عجله نکنید و اون شهریه یا اون کمکی که قرار است پرداخته شود به همه کودکان پرداخته می شود. امیرالمومنین کسی است که از غم مسلمانان خوابش نمی برد. خار به پای مسلمانی بخرد او آزرده می شود. من خطاب به امیرالمومنین امارت اسلامی میگم شما چطور در قندهار راحت می خوابید و یکی از دعوتگران راه توحید و یکتاپرستی که تنها جرمش این بود که می گفت فقط الله را بپرستید،